روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیویوا دختری کلانی پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویوا در ماه ینور سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه‌های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویوا مثل گلناره کریمووا دختری کلانی پرزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند. میدانید 2 سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیویف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود را گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمیگذارد که یک عائله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد. در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیویف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساساً در شبکه‌های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیز از پشت راه گلناره کریمه برود. سوال دیگری من از سراج‌الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند. آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویوا مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پالینا گاگارینا از سوی اهل عائله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش‌ها عاید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟ البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدمایی هستند که در حکومت بالاخره میخواهند از با ستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد. البته اما شوکت میرزیویف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد. تشکر از سراج‌الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت میکرد.